دروازه های تهران باز است از برایت، خاک دیار رستم گل فرش زیر پایت. از مرز آشنایی پیچیده این صدایت، ای میر پاک بازان میخوانم از برایت. از کشور برادر پیک صفا رسیدی، در آسمان وحدت نور خدا دمیدی. خطای تفرقه را با تیغ خود دریدی، در باغ دوستی ها گلهای تازه چیدی. خوش آمدی به تهران ای میر و هم قطارم، توی سپهسالار دیار دوست دارم. درود به همه همیهنانم در سراسر دنیا. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستیم با یه ویدیو دیگه. اینجا بازار شهرستانی، یکی از بازارهایی که مردم بسیار زیاد در تهیه مایحتاج زندگیشون بهش سر میزنن و خرید میکنن. تاریخ 25 فروردین سال 1405. قیمت ها بریم ببینیم. این ملون بهش میگن، نمیدونم طالبی میگن، آخر نفهمیدیم. حالا جانان میگن چی میگن بهش. کیلویی 40 تومان. پیاز و سیب زمینی اینجا گذاشته. کیلو چنده پیاز سیب زمینی؟ پیاز 35 چه؟ 35 چه؟ گوجه چی؟ 50 تومان. سیب زمینی و پیاز و گوجه رو فهمیدیم که چقدر قیمتش. این بازار در شرق تهران قرار داره. میدون امام حسین که قبلا اسمش فوزیه بوده. سمت چپ دارن تخمه درست میکنن. یه بوی خیلی خوبی اینجا پیچیده. کشور برادر پیک صفا رسیدی، در آسمان وحدت نور خدا دمیدی. خطای تفرقه را با تیغ خود دریدی، در باغ دوستی ها گلهای تازه چیدی. خوش آمدی به تهران ای میر و هم قطارم، توی سپهسالار دیار دوست دارم. برای حفظ این مرز همیشه در کنارم، برادر دلاور امید روزگارم. پیوند ما قطور است با ریشه های ایمان، یک سو شکوه لاهور، یک سو جلال تهران. ما هر دو هم مسیرم در امتداد طوفان، با هم قدم گذاریم در راه حفظ پیمان. خوش آمدی به تهران ای میر و هم قطارم، توی سپهسالار دیار دوست دارم. پاکستانی نیست بود این رو بگید برگرد. این پرچم کشورهای ایران دو
جان از کدوم میخوان؟ این دارم 1.13 دینار دارم 1.100 هر کدوم میخوای بگو تا توشم بتونم این 1 سواری این 1.13 برای حفظ این مرز همیشه در کنارم برادر دلاور امید روزگارم شعر بلند اقبال در سینه ها نشسته دشمن ز وحدت ما در وهم خود شکسته این دست های یاری ما را به هم ببسته زنجیر کینه توزان از هم شده گسسته خوش آمدی به تهران ای میر و همقطارم توی سپه سالار دیار دوست دارم یوتیوبه؟ آره از کدوم بابا؟ از کدوم؟ آبا با تو جاو همون زورم بیبیکو محلیل نزدیکتر کجا برم؟ من اگه جاتر کوی شون صدا سیگه مبتلا قبلا تمیز میخورن هفته یه بار بیمارستان بستری هم خدا لازم کردم وضعیت نگاه کن حالا برو رستوران هم نگاه کن عالیه یعنی ایشاله که به زودی شروع بزنیم تو الک همینجوری آبادانی ها سخت بکشن اما بچه ها خوزستان یه دونه برام ما 4 تا چای استکاب زکو الان برات میاد چرا داشتی نه تو لیوان بزرگ داریم
یه دونه بابا یه دونه مال من 2 تا بودم. آقا 4 تاشم نبات برامون بذار. 4 تاشم نبات. نبات بذار. جدا بذار. سینی داری؟ نه اونجا نشسته. سینی داری بگو بذار. برای حفظ این مرز همیشه در کنارم برادر دلاور امید روزگارم ای مظهر شجاعت در پهنه نظامی در قلب هر ایرانی دارای احترامی آورده تو امروز شیرین ترین پیامی صلح است و پاسداری در سایه سلامی خوش آمدی به تهران ای میر و هم قطارم توی سپه سالار دیار دوست دارم برای حفظ این مرز همیشه در کنارم برادر دلاور امید روزگارم پاینده باد آینه تا گردش زمانه عشق دو خاک پاک است در قلب این ترانه زنده بماند این مهر بی حد و بی کرانه شاهین و باز با هم در اوج آشیانه